هیچکس تو بچینم اونجا نفس عمیق بکشم میخوا شعر بنویسم چشم توی چشم بده کاغذ و قلم من کارم و بلد هستمون نیست تو شد یه غلط اینا رو بده تا من روی شعر خوف کنم مثل گل و خود بدم حرفا و توف کنم الان 6 سال میگذره هیچ وقت بیکار نشستم هیچ وقت نمیکشم دست از این کار مادرم میگفت از خوندن تازیم گفتم من به در رپ فارسیم یه روز بیا که میرسه آوازم به گوشه بریم مثل من همیشه آمادم یه گوشه بشینم و بنویسم از کجا از خودم من رابطه خیابون و گوش مردمم رپ فارسی منو میخواد بس من وایسادم از چرا نشستی من وایسادم تو هم باید باشی ببخشی من وایسادم که درخواست دارم همه پای پیشرفت ایران باز باشه من وایسادم از چرا نشستی من وایسادم تو هم باید باشی ببخشی من وایسادم که درخواست دارم همه پای پیشرفت ایران باز باشه خارج میشه رپ از دیاتو که هیچ کس رپ میکنه و مهدیا رو آهنگایی میسازه که همه غربیا میمونن مبهوت کم میارن بعضیا فکر نمیکنم تو این ایرادی باشه چون هنر از ایرانیانه خیلی ها هست که میشه به منم با مشکلی نیست اونو بعدشون بیاد از که چقدر من با ادبیات و کلمات و ابیات تریپ دارم اگه میخواد تو کلمات و از یاد ببر و بیار و بنویسشون رو کاغذ و باور میکنی که رپ کنم نازنانه دستم به قلم جون میده با بچارش هستمه که قلم خون میده این جریانه که با آهنگ جون من وایسادم از چرا نشستی من وایسادم تو هم باید باشی ببخشی من وایسادم که درخواست دارم همه پای پیشرفت ایران باز باشه من وایسادم از چرا نشستی من وایسادم تو هم باید باشی ببخشی من وایسادم که درخواست دارم همه پای پیشرفت ایران باز باشه خیلی سال روی سر خیلی کار کردم نبودم بیکار تا گوش مردم آشنا شه با رپ فارسی ما با سرعت بریم جلو چون همه خواستیم ایران رو یه خود تو رپ کنیم وقتشه دیگه که خواب رو کم کنیم میگم واسه پیشرفت کشور تو دست بیشتر و بهتر بخون همون نیشکم میزنم و میگم دیگه بسیم من فرهنگ میسازم و انرژی هستی کار اوناز و کار مرگیره شنیدم یکی واسه ایران خواب بد دیده یه روز میاد که نوشته روی جلد شده رفت کنه اول جان تو جهان سوم خونه آریایی تو رگ من جریان داره این واژه حیاته که هنوز جریان داره من وایسادم از چرا نشستی من وایسادم تو هم باید باشی ببخشی من وایسادم که درخواست دارم همه پای پیشرفت ایران باز باشه من وایسادم از چرا نشستی من وایسادم تو هم باید باشی ببخشی من وایسادم که درخواست دارم همه پای پیشرفت ایران باز باشه من وایسادم از چرا نشستی من وایسادم تو هم باید باشی ببخشی من وایسادم که درخواست دارم همه پای پیشرفت ایران باز باشه من وایسادم از چرا نشستی من وایسادم تو هم باید باشی ببخشی من وایسادم که درخواست دارم همه پای پیشرفت ایران باز باشه